yes. ببینیم در اینجا ما برادر رابرت ما بگه ما کجا باید بریم و چه کار باید بکنیم. این مسیج هایی که برای سال اومده یکی از فیورت ترین چیزهای من هست که من انجام میدم در زندگی و سخت ترین هم هست در سال. بعضی وقتها مردم فکر میکنن که اوکی از کشور دیگه زنگ میزنم و میگن که ما مسیج تو رو دیدیم مال سال جدید. این چی هستش؟ میگه اینا همینه که تو گفتی شد که. بهشون میگم آره این مسیج رو من قبل از که سال درست بشه خدا من داده و من معنی لغات عبری رو برای امسال برای شما میگم تا شما بفهمید به صورت نبوتی در این وارد چی میشین و در این کجا میرین. اینا چطور به هم وصل میشه و خدا داره به ما چی میگه امسال و بفهمیم خدا داره با ما چیکار میکنه. اما این پاورپوینت رو بعد خاموش میکنیم. برکت هستش که ما میبینیم که خداوند چطور در این پروسس و در این مسیر داره ما رو جلو میبره، که خدا در امسال داره ما چی میگه. دیسیز گوش کنید. سال جدید برای سال عبری 5782 سال عبری بیلدینگ خانه‌تون رو بسازید برای آینده. آمین. خب خوش آمدید به این جشن سال عبری ما. خوش آمدید همتون. میگه ما هنوز در سال رومی 2021 هستیم ولی کن وارد سال عبری شدیم برای 5781. به هم دیگه تبریک بگین سال جدید رو. خیلی مهم هست. آیدیای خوبی هستش که ما ببینیم خدا داره به ما چی میگه در این سال جدید. خدا میگه هر کس که گوش داره در کتاب مکاشفه بشنوه که روح داره به کلیسا چه میگوید. گوش کنید روح داره به کلیسا چی میگوید. یعنی روح القدس داره صحبت میکنه. گوش کنید. بهتره که گوش کنید کلیسا داره چی میگه. خداوند از طریق نبیانش صحبت میکنه. در دوم تواریخ میگه گوش کنید به صدای نبیان و پیروز بشید در زندگیتون. و ما امروز اومدیم که این رو بشنویم که ببینیم خدا به مادر چی میگه. میگه چیزی که خدا در اینجا به مادر الان میگه این هستش که طریق کلندرش با ما صحبت میکنه. 5782 از طریق نبیانش. هر سالی برای ما یک تقویم تازه و یک حرکت تازه‌ای برای ما خواهد بودش. میگه و پیروز بشین در این سال جدید. میگه که به صورت عبری سال 5782 نمره‌هایی هست و در ضمن اعداد و در ضمن الفبای عبری همه با هم یکی هستش و ببینیم معنی اینها در اینجا چی هستش. پس معنی این چی هستش که 5700 که وقتی ترجمهش میکنیم به صورت عبری سال یعنی شروع سال هستش. 80 به معنی پی هستش. ایبرو لدر پی هستش. 80 و 2 نشانه بت هستش. پس 5782 سالی هست. سال پی هنوز هستیم ما و بت. و در عبری پیکچر اینها چطوری هستش. من باور دارم که در این سال شما میتونید به نگاه کنید ببینید که چه پیکچری رو خدا داره به صورت نبوتی برای ما میگذاره در اینجا. الان میگه در کنفرانس گذشته به حرف پی وقتی نگاه کنیم، پی به معنی سیزن و زمان هستش. هر سالی در این دهه، ما در دهه 80 هستیم که ببینیم پی معنیش یعنی چی؟ چه معنی میده هر حروف پی به عبری؟ به تصویر صورت هستش. سال عبری معنیش این هستش. پی یعنی به معنی پانیم که معنی صورت هستش. یعنی صورت تو نشان دهنده تو هستش. یعنی من این رو
میگه در اون حضور تو هستش در اینجا و خدا، صورت خدا در اینجا نشان داره میده که حضور خدا در اینجا هست. وقتی میگم صورت خدا رو ببینم یعنی حضور خدا رو ببینم و در اونجا صورت خدا دیده میشه. پس یکی از چیزها در این دهه‌ای هستش که صورت خدا دیده میشه و ما باید بگردیم دنبال صورت و حضور خدا. ما بدون حضور خدا نمیتونیم جایی بریم و ما باید دلمون این باشه که صورت به صورت، حضور به حضور خدا قدم برداریم و به جلو بریم. وقتی من و شما به دنبال صورت خدا میریم و تجربه میکنیم و یک شادی عظیمی در جان ما میشه وقتی خدا رو و حضور خدا رو تجربه میکنیم و میبینیم. یک شهادتی دارم که بخوام بدم. میگه من وقتی اولین بار غسل تعمید گرفتم، میگه گیتارمو برداشتم و شروع کردم برای مسیح خواندن. خیلی جوون بودم داشتم تو اتاقم فقط آهنگ پرستش مسیح رو میخوندم و یک دفعه خدا اومد در اون اتاق. خدا در اونجا حضور پیدا کرد. خیلی حقیقی بود، قابل لمس بود و من میدونستم مسیح اونجاست و میدونستم جلوی من ایستاده و من صورت به صورت با خدا بودم و میدونستم که این برای من عالیه و من اصلا همجور مونده بودم. یک تجربه عالی زندگی من بود. چندین بار بعد از این اتفاق افتاد که من خدا رو روبرو ملاقات کردم و وقتی که شنیدم که گفت صورت من را بگرده، به دنبال صورت من بگردید، تجربه کنید صورت منو و بخواید منو ببینید. چقدر مهمه برای ما وقتی که در اون سختی ها هستیم، هر روز همه ما یک وقتی رو بذاریم در کنار و بنشینیم و روی خدا رو داشته باشیم و بهش میگن رازگاهان، یا در زمان ساکت بنشینیم تا صدای خدا رو بشنویم و با خدا ملاقات کنیم و با خدا صحبت کنیم در یک محل و یک جایی که من و خدا باشم و خدا و من. و بسیار مهمه که به یاد بیاریم در اون زمان با او ملاقات کنیم. هدفمون این باشه. مهم نیست که ببینیم چند تا چپتر خوندم، نمیدونم چند تا آیه حفظ کردم. نه یا بشنم دعا کنم. نه. هدف این هستش که من در حضور تو بنشینم. من فقط بنشینم برای اینکه روی تو را ببینم. ممکنه خدا از یک آیه با تو صحبت کنه، فقط همین. That's it. پس زمان پی سیزنی که ما الان هستیم زمانی هست که ویزیتیشنه. خدا میخواد روی او را ببینیم و او روی شما را ببینه و با خدا ملاقات کنیم. و در این زمان خدا میخواد که با حضورش تو را پر کنه و در ضمن اون میخواد کلیساش رو ملاقات کنه. با روح القدس میخواد کلیسا رو ملاقات کنه. این زمان روح القدسه. کلمه پی یک معنی دیگهش به معنی آتیش هستش. کندل میخواد آتیش تازه‌ای رو در تو روشن کنه. میخواد روشن کنه آتیش تازه‌ای رو درون تو، در کلیسات، در زمینت و در زمین زندگی تو. میخواد خدا این کارو بکنه و به روح القدس باید بگی خوش آمدی روح القدس. مرسی بر این آتش روح القدس. تشکر کنه. در ضمن معنی دیگه‌اش هم معنی معجزات هستش. پی زمانی هست که زمان دیدن معجزات و شفاها هستش. خدا میخواد زمان معجزات الان. پس در زمان پی ما هستیم. ما در این دهه هستیم، دهه 80. معجزه زمان هر معنی دیگهش به غیر از صورت به معنی دهان، تصویر دهان هستش. اولین تصویری که در اون سالهای قدیم داشتن در عبریان، در زبان یهودی عبری، تصویر دهن بود. تصویر دهن رو به این صورت میکشتن. یعنی تو صحبتت چی میگی؟ تو چه حرفی میزنی؟ چه کلامی حرف میزنی؟ چه کار داری میکنی؟ و چه جوری اکسپرس میکنی احساسات تو و حرفات رو؟ و خدا میخواد که تو صحبت کنی و حرفهای تو مهم رو بزنی. خیلی مهمه چه حرفی میزنی، خیلی مهمه چه صحبتی میکنی و خدا میخواد که تو اینجوری صحبت کنی. پس هر حرفی که خدا میزنه در اون قدرت و قوته. و خدا میگه که زمان رو در مزامیر 107 میگه بگو و شفا میادش. در متی 8:8 میگه بگو و اون سرونت من، اون خادم من در اونجا نجات پیدا میکنه. در کتاب پیدایش 1 میگه خدا گفت و دنیا آفریده شد. پس خدا گفت و همه چیز شد و خدا در این قدرت داره در کلام خدا. و در این سیزن خدا میخواد من و تو اعلام کنیم در اون سیچویشن های زندگیمون.
اگه از خدا چیزی نشیدی بپرس ای خداوندا، خواهش میکنم، و در اون فضا اعلام کن. اعلام کن. وقتی اعلام میکنی فضای اونجا عوض میشه، همه چیز در اونجا عوض میشه. ببینیم که خدا به ارمیا گفت، در ارمیا 1 گفت نگاه کن چی میبینی، اعلام کن کلام من رو. من نگاه میکنم کلامی رو که گفتم. میگه به درخت بادام نگاه کن، من کلامم رو دارم دیدبانی میکنم. پس خدا کلامی رو که بگه دیدبانی میکنه و انجام میشه. پس مهمه چه حرفی دارم میزنم، پس مهمه چه صحبتی دهن من داره میکنه، چون به خدا داره به اون نگاه میکنه. شروع نکن به قرقر کردن، حرف ناباوری رو نیار. مراقب باش چی داری اعلام میکنی، حرف خدا رو داری اعلام کنی، حرف خودت داری اعلام میکنی. چون شیطان اگه به تو چیزی میگه اونو اعلامش نکن، بگو من هرچی خدا بگه من اون رو اعلام میکنم. پس حرف ناباوری نیاریم، قرقر نکنیم، شکایت نکنیم و کلام خدا رو اعلام کنیم و کلام نیوز خوب خدا رو، مژده نجات رو، گاسپل خدا رو اعلام کنیم و رستور کنیم ملکوت خدا رو دوباره و مردم نجات پیدا کنند. کلام مژده نجات و گاسپل قدرت داره. وقتی این کلام میاتش جلو، من از اینکه شهادت مسیح رو بدم خجالت نمیکشم. من اعلام میکنم و نجات ها خواهد اومد. و صدای تو در اینجا قدرت و حیات داره و قوت حیات رو خدا رو جاری میکنه برای اینکه تمام ملکوت شیطان رو پایین بیاره و خراب کنه. در کلمه دیگه که در امثال هست و وارد شدیم، بت هستش. بت چه شکل قیافش این صورت هستش. دومین حرف عبری هستش در الفابت که عدد 2 هم هستش در ضمن. اما اولین کلام بایبل هستش. تمام بایبل با کلمه بت شروع شده. کلمات بت که شروع شده، خانه، پسر، عهد و اولین میوه هستش. کلمه بت از اول تصویر خانه بوده، هاوس بوده. در امثال سال خانه هستش. یعنی خدا میخواد در اینجا استبلیش کنه، خانه تو رو بسازه. و خدا همونجور که امبر و دانیال گفتن، دارن میرن در اوکلاهوما خانه‌ای بسازن. خدا میخواد خانه هایی رو بسازه در تاریخ‌های تازه. و خدا در ضمن میخواد خانه خودش در طریق تازه‌ای بسازه که خانه خدا ساخته بشه، که بیورد هست. بث چرچ خانه خدا هستش. و کلام بایبل، کلام خدا، کتاب مقدس میگه که در کتاب افسوسیان 2:20 میگه ما خانه خدا هستیم. میگه ما فاندیشن هستیم، ما این هستیم. و خدا گفت من اینها رو بر روی نبیان و رسولان دارم بنا میکنم. و خدا گفت در اینجا در اول پتروس 2:5 گفتش که اون اولین شما سنگ‌های زنده هستید که در اون خانه خدا ساخته و قلت خدا ساخته میشه. و خدا میخواد در اینجا 5 مینستریش رو، 5 خواندگیش رو در اینجا بگذاره و قوتش در این 5 خواندگیش ریخته خواهد شد. خدا در وسط یک کار عجیبی هست که داره انجام میده. یک پروژه بزرگی رو داره انجام میده. خدا در خانهش رو میسازه و ما خانه خدا هستیم و ما کسانی هستیم که ماها خانه رو میسازه، بیلدینگ میکنه. خدا میخواد که ما در مسیح در شادی در کنار هم بایستیم و اینطوری در کنار هم این خانه رو بسازیم و اینجا تمپل خدا و قدس الاقداس خدا رو میسازیم. و پروسسی که هستش به این صورت هست که ما چطوری میتونیم خونه رو بسازیم. پس مسیح سنگ زاویه هستش. در اول قرنتیان 12 میگه و در کتاب میگه اول رسولان، بعد نبیان، بعد معلم قرار میگیره. این 3 تا فاندیشن اصلی این محل هستن. وقتی اینا در با هم دیگه خدمت کنن و کار بکنن، بقیه خدمت ها عمل میکنه و کار میکنه. بعد یواش یواش معجزه ها میاد، مبشرین میان، نمیدونم شبانان میان، اینا میان. اما کلام ویزدم خدا میاد. اما اول از همه باید بر این سنگ درست گذاشته بشه: مسیح، رسول، نبی و معلم، تا میتونن بسازن این خانه رو و این اپاستولیک سنتر رو. و در اینجاست که ساخته میشه و خدا در اینجاست که میخواد بسازه این رو و دنیا عوض میشه در اینجا.
در این سالی است که خدا میخواد بسازه خانه خودش رو. او میخواد در اینجا مرکزی بسازه که حضور خدا در اونجا ساکن بشه. و اینجا خدا وقتی خانهش رو میسازه و خدا وقتی این رو میسازه، نتیجهش این خواهد بودش که نتیجه های زیاد و نجات های زیادی میاد. هاروست، محصول زیادی میاد. خدا میخواد خانهش رو برکت بده. خدا میخواد خانهش رو برکت بده با تمام اون آذوقه‌ای و محصولی که برای اینها داره. خدا با آذوقه زیادش میخواد خانهش رو خانهش رو برکت بده. و خدا میخواد در اینجا که بکنه، ببره و بیاره و بسازه و عمل کنه. و خدا امسال به ما این هستش. 3 کلمه بتورد در اینجا هست که خدا میخواد در امسال ما بر این به جلو بریم. اولیش فرست فروت هستش. فرست فروت چی هستش که در این بیت، در این خانه خدا هسته؟ فرست فروت یعنی هست در شروع هر ماه تازه من خدا رو آنر میکنم و اولین هدیم رو برای اون محل خانه خدا میفرستم. این آنر کردن خدا و این هست که من فاندیشن اصلی خونم رو میگذارم و خدا وعدش رو برای تو نگه میداره، برای اینکه تو اولین هدیت رو به عنوان فرست فروت برای خانه خدا میذاری و برای خدا میدی. و در کلام خدا در کتاب امثال میگه تو اولین میوه تو به خدا بده، در چرخشت های تو پر از انگور میشه. کلام خدا این رو به ما میگه و خدا این رو میخواد انجام بده برای ما. میگه همش بهش اضافه میشه. پس فرست فروت ما، اولین میوه ما برای خدا بسیار مهم هستش. بسیار مهم هستش. برای همین کسی که در باغ زمین رو میکاره و کشاورز اولین خوشش رو که میاتش رو بر میداره و اون رو میاره به خانه خدا. اون کسی که گوسفند داره اولین گوسفندش رو، اولین بره‌ای که به دنیا میاد، اون بره رو برای خدا به مذبح خدا میبره و میگذاره. اون پولی رو که خدا به تو میده، قبل از که پول رو به جای خرج کنی، اول از همه اون رو برای خدا میگذاری کنار. دیگه این مال خداست. خدا میگه بقیه‌اش رو بعد چی کار بکنم، اما اولش رو برای خدا میفرستی. اول مال خداست. اول مال خداست. ما زندگیامون همه اینو میدیم، پول اینو، پول اونو میدیم برای جانک و آشغالایی که میخریم. همه چیزایی داریم که دوست داریم، دلمون میخواد، اکتیویتی های زندگیمون، اما مال مسیح رو میذاریم آخر سر. ما وعده های خدا رو شنیدیم. وقتی میگه که چیکار کنیم، چجوری حالا ما مسیح رو بریم این وسط فایننسمون قاطیش کنیم که بتونیم همه رو هندل کنیم؟ من بهتون بگم اصلا اینجوری کار نمیکنه. اصلا به این صورت کار نخواهد کرد. خداوند به این سری نیست، به این صورت کار نمیکنه. خدا اوله. خداست. مسیح خداست. او جانش رو برای تو داده و میخواد که او بهترینش رو که به تو داده، تو بهترین تو برای او بدی. اون میخواد که نمبر 1 زندگی تو باشه. اون میخواد نمبر 1 زندگی تو باشه و او لیاقت داره و لایق هست که اولین میوه رو اون داشته باشه. او مرده برای تو و به او بدیم. همه چیز زندگی ما باید او باشه، نه چیزهای دنیا. ما به خدا چطور نشون میدیم که اول زندگی ما هستش؟ من چطور اینو نشون میدم؟ برای اینکه من اولین فرست فروتم رو، اولین میوه‌ام رو برای خدا میگذارم. یک اسپشیال آفری هست که برای خدا میدم. همه بیاد، کی بیاد میاره اولین هواپیمایی که ساخته شدش. بعد دومی هواپیما رو کی به داشت میاد؟ اما میدونیم کی اولین نفری بود که پاشو روی کره ماه گذاشت. اما یادمون نمیاد کی دومی بوده. در رستوران بعض وقتا میبینی یه دلاری رو به دیوار زدن. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اولین دلاری بوده که یک نفر تو اونجا آمده و خرید کرده. بعد از اون دلارهای زیادی گرفتن، اما اون $1 اولیه رو به دیوار زدن که اولین چیزی که فروختن. اون مهمه و اولیه هست. این هست که ما خدا رو آنر میکنیم و نگه میداریم. در اون رستوران که در اون رستوران اون اولین دلارش رو سیف کرده و گذاشته کنار. هم میخواد نشون بده که نگاه کنید چقدر مهمه برای من. نگاه کنید $1 که گذاشتم اینجا، ببینید برای من خیلی مهمه.
و آنر میکنه اون رو، احترام میذاره به اون. تو وقتی اولین محصولت رو به خدا میدی، در اول ماه به عنوان فرست فروت، خدا رو آنر میکنی و خدا رو احترام میگذاری. میگه من وقتی کتاب هایی که میفرستم، من اولین کتابم رو همیشه یکی به چاک میدم، یکی به همسرم، یکی به چاک میدم. این اولین میوه منه. قبل از اینکه به چاپ بفرستم برای جایی برای فروش، اول به لیندا و یکی به چاک میدم. من اول خدا رو آنر میکنم، اولین میوه‌ام رو به اینجا میذارم. و خدا وعده عالی داده وقتی ما اولین هامون رو برای خدا میگذاریم. و وقتی میبینیم در کتاب تثنیه 26 میگه اون اولین خوشه گندمشون رو برای حضور خدا میبردن به مذبح خدا میگذاشتن و در اونجا اولین محصول میوهشون رو برای خدا میگذاشتن. اولین خوشه گندم، اولین خوشه جو، در اول هر ماه اولین میوهشون رو به اونجا میدادن. و خدا وعده داده تو وقتی منو احترام میذاری و اولین رو به من میدی، من بقیه رو برای تو مبارک میکنم. و تمام این نیشن ها رو من آفریدم و میخوام همه منو احترام بگذارن و همه بدونن که او خودپرست کامله و به خدا بدن اولین و بهترین هاشون رو. و اون هستش که اولین بسکت محصولشون رو، اون دانه هاشون رو برای خدا میارن. میگه این بزرگترین میوه تو نیستش، بزرگترین پول تو نیستش. نه اون اسمش تایت، اون 10% که میدی به خدا. اما این خدا میگه یک شیف، یک چیز کوچیکی رو تو برای من به عنوان اولین میوت میاری میگذاری. این 10% نیستش، این میوه تو هست، اولین و کوچکتر. حتی فقط میگی اولینش مال توه، این مال توه خدا و از این که تو به من دادی هر چیزی. و این باعث میشه که بلسینگ رو و برکت رو به اسرائیل بیاره و خدا بلسینگش رو وارد میکنه و میریزه. از رقم و اینا نیستش، مسئله اون اولیه. من امروز اینقدر به من دادی، من از این هر چقدر کوچیک، هر چیش هست، کوچیک بزرگ هرچی، اما بزرگ نمیخواد باشه، چیز کوچیکی رو میدین به خدا. و در اینجا هستش که سکند چیزی هست، کلیدی که برای خدا داریم، اون عهد ما هست با خدا. در کلمه بیت میشه breath از ریشه این میاتش که عهد هستش و خدا میگه میخوام تو این عهد بمونین با من میخوام در این عهد با من باشید. اگر میخوای با یکی واقعا عهد داشته باشی، با یکی گفتم ما خونی با هم عهد میبندیم، دستاشون رو میبریدن، دستاشون رو با هم میذاشتن و این که فکر بکنن این چطوری است که این میگه ببخشید، میگه در اینجا اینا گوسفند رو میبریدن و بعد میومدن از روی گوسفند رد میشدن، گفتن این با این خون این بره و با خون این چیز ما عهدمون رو با هم دیگه میبندیم و در اینجا عهدشون رو میبستن با هم دیگه. بلاد کاوننت بسیار مهم بوده در اون زمان. معنی هست که من واقعا زندگیم رو برای تو حاضرم بدم و بعضا برای همدیگه این کارو میکنن که با هم عهد میبندیم و با عهد با تو میمونم من و با هم محافظت میکنن، در کنار هم میمونن، در کنار هم هستن. این کامیتمنتی هست که عهدی هست که ما با خدا و نیستیم در اینجا. در اینجا ابراهیم و فرزندان ابراهیم این کار رو کردن و اینها اینکلودش من و تو هم هستیم، چون من و تو هم فرزندان ابراهیم هستیم. در کتاب جنسیس 15 خدا به ابراهیم گفت که پسر خودت رو بیار و ابراهیم خداوند به ابراهیم گفتش که اون گوت رو بیار، اون رو گوسفند رو بیار و در اینجا ببر و برای من عهد بذار. در اینجا می‌بینیم که آتش در اونجا اومدش که حضور خدا بود، نشان دهنده حضور خدا بودش، اومد در میان این انیمال، در میان این حیوان و گفت خداوند این عهد رو نگه داشتش. گفت که من در اینجا هستم. کامیتمنت این هستش
که خدا و ما بین تو و خدا هستش. این رابطه تو با خدا هستش، یک عهده. بایبل، کتاب بایبل یک کاوننته. نقشه های خدا برای ما یک عهد، یک کاوننته. بلسینگ خدا یک عهد برای ما زندگیمون. وقتی که با مسیح تو وارد این رابطه با مسیح میشی، خدای آسمان و زمین، تو وارد این رابطه کاوننت و عهد میشی و با اشکای ربانی ما این عهد رو میبندیم. عهد خدا بسیار مهم هست با بین ما. بسیار آدم ها نمیدونن، اینجوری فکر میکنن او خدا منو میپذیره نمیپذیره، خدا منو دوست داره دوست نداره، من باید مواظب خودم باشم ببینم خدا منو دوست داره دوست نداره، ببینم خدا از من عصبانی نشه دفعه یه کاری بکنه. بعضی وقتا فکر میکنن او خدا مثل گلای دیزی میمونه، گل چیز، منو دوست داره منو دوست نداره، منو دوست داره منو دوست نداره، منو دوست داره، مثل برگاشو میکنیم اینجوری. با خدا اینجوری کار میکنه، امروز دوست داره فردا دوست نداره. نه، کاوننت این نیست اصلا. کاوننت ابسولوتلی که من کاملا برای تو ایستادم، برای تو هستم، من به تو 100% مال تو، 100% من، یعنی من زندگیم رو برای تو میذارم ای خداوند. و این عهد رو ما بین ازدواج هستش، من برای تو میستم و خدا همیشه برای تو هست. برای همین ازدواج هم یک عهده. و میگه که خداوند در اینجا در کتاب رومیان 8:32 میگه که برای ما مرد و جان خودش رو داد، پسر خودش رو برای ما داد، او عهدش رو به وسیله خون مسیح برای ما داد. وقتی با خدا عهد میبندیم، این هستش که 100% ما با خدا کاوننت داریم و هستیم و در اونجا ایستادیم. بعضی از مسیحا میخوان خدا رو یه جوری میخوان رو داشته باشن، همینجوری وقتی آشغال کثافت دارن، ببخشید مثل وکیوم باشه خونه‌شون، جارو باشه، بیاد اینجا آشغالاشون رو جارو کنه، تمیز کنه براشون، تمیز کن مرا، بشور، پاک کن، بلند شو برو، حال بعد بذاری سر جاش، بذاری تو کلازت درش ببندی. با خدا با عهد راه نمیرن و برای آشغالاشون احتیاجش دارن. یعنی عهد بستن، یعنی من زندگیم رو برای تو میدم، من برای تو میستم و من در این عهد با تو میستم ای خداوند. مسیح جانش رو برای ما داد کاملا. وقتی تو میری به مسیح میگی یعنی من تمام زندگیم رو به تو میدم ای مسیح و اراده تو بشه اراده من، بر اساس اراده تو من زندگی بکنم و معجزات و واقعا بلسینگ های عالی در زندگی تو. در مزامیر 103 میگه خدا را بپرستید. در مزامیر 103 میگه بپرستید خداوند رو. میگه با کپیتال لتر این گفته شده، حتی میگه خدا را بپرست و یک نشانه، یک عهده. وقتی اونجوری نوشته میشه در بایبل یعنی نشانه عهده که در اینجا برمیگرده میگه اصلا از اول میگه ای جان من خداوند را متبارک بخوان و هر چه در درون من است نام او را متبارک میخونه، احسانهای او را فراموش نکن. میگه او تمام گناهان تو رو میامرزه و همه مرضهای تو رو شفا میده، که حیات تو رو از حاوی فدیه میده و تاج رحمت و رأفت رو بر سر تو میده، که جان تو را به چیزهای نیکو تازه میکنه و جوانی تو رو مثل عقاب تازه میکنه. در اینجا نگاه کن، تو رو میبخشه، تو رو شفا میده، تو رو سیف نگه میداره، عشقش رو به تو میده، برکت به تو میده و تو رو تازه میسازه. این وعده خداست برای تو. بخشیدن، شفا، تو رو در امنیت نگه داشتن، عشقش رو به تو دادن، برکت دادن و تو رو مثل جوان تازه کردن، مثل عقاب تازه کردن. اسمش این عهد با خداست، این نیو کاوننت با خدا. پس بیت به ما 3 کلمه، 3 کلیدی مهم هست برای امسال برای ما. اولیش که من قانون فرست فروت انجام بدم، دوم که کاوننت رو با خدا داشته باشم و سوم کامیتمنت که اسرائیل رو برکت بدم. این در کتاب زکریای 2:8 میگه او از مثل چشمهای من هستش. میگه نگاه کن بابا هستش. میگه مثل اون مردمک چشمهای من هستش. زیرا یهوه میگه که هر که شما را لمس نماید مردمک چشم او را لمس نموده است.
خدا اینطور به اسرائیل داره نگاه میکنه و میگه وای به کسی که شما رو لمس کنه، چون مردمه که چشم منو لمس کرده. و بت یکی از حرفهایی هستش که یعنی کامیتمنت، با اسرائیل ما درست بیسیم. میگه اگه اونهایی که با من عهد دارن رو شما دست بزنید بهشون، به اونهایی که با من عهد دارن رو شما بدونید که به چشم من دست زدین. و من فکر نمی‌کنم ایده خوبی باشه که همچین کاری رو با خدا بکنیم. خدا متا قول داده کسانی رو که برای اسرائیل دعا میکنن خداوند اونها رو برکت میده و خدا در مزامیر 126 میگه این رو، میگه هر کس که در اینجا می ایسته برکت خواهد یافت. میگه هر کس که تو رو برکت بده برکتش میدم و هر کس که تو رو لعنت کنه من اون رو لعنت میکنم. میگه سلامتی ها میگه که برای سلامتی برای اورشلیم مسئلت کنی، آنانی که تو را دوست می‌دارند خجسته حال خواهند شد و سلامتی در باره های تو باشد و رفاهیات در قصرهای تو باشد. و خدا میگه بلستت میکنم، بلستت من. در این سال بت خدا میخواد وقتی خانش رو بسازه، خدا میخواد خانش رو برکت بده و خدا چیز دیگه رو انجام بده. خدا میخواد خانه خودش رو برکت بده که خانه خودش دنیا رو برکت بده و دنیا رو مبارک کنه. و کلمه بت به معنی دیگه که داره در امسال این هستش که یک میوه‌دار باشی، محصولدار باشی. برای امسال خدا میخواد کلیساها پر محصول باشن، بلند شن، در اونجا برن بایستن، در بالای ماونتن ها بایستن و پیروزی بایستن. و واقعا خدا میخواد فرزندان خدا در تمام این 7 ماونتنی که خدا گفته بایستن و در اینجا عمل کنن و کار کنن و جلال خدا رو در اونجا بیارن. در هر جایی که پاشونو میذارن جلال خدا رو ببرن. و این چیزی هستش که دنیا منتظرشه، منتظر کلام حیاته. در اینکه دنیا در جای سخت تاریکی مونده و بسیار مردم ناامید هستن و در همه جا در ناامیدی دارن زندگی میکنن. میگه هفته گذشته صحبت کردیم در این مورد که در مورد کووید و بیماری ها، ویروس کووید از طرف چین آمد، در جانوری 2020 ریخته شد و در تمام دنیا ریخته شدش و تمام دنیا رو برد به جایی که بشینن کنار و در همه جا بسته بشه و همه موندن چه کار کنن. و وسط ماه مارچ همه چی بسته شد و همه چی رفت توی خونه هاشون، برای اینکه نمی‌دونن راه رو چه راهی داشته باشن. 2 هفته داشتن تا بتونن فکر کنن که این چطوری اینو پیدا کنن، راه شفای اینو پیدا کنن. با 2 هفته گفتن فعلا 2 هفته وایسین کنار، همه چی تمیز میشه، همه چی درست. 2 هفته وایسید این میکروب میره، تموم میشه. همه جا بستن برای 2 هفته و موندن تو خونه هاشون. اما پخش شدن این بیماری وای نستاد و شد به ماه به ماه به ماه به ماه و هنوز ادامه داره و همه از خونه ها دارن کار میکنن و هنوز همه چیز ادامه داره، بسته شده هستش. میگه اما تارگت و والمارت واز موندن، 2 تا مغازه و درهاشون نبستن. بستن، خیلی بیزینس ها رو بستن ولی کن خیلی جاها واز موند. حتی کلیساها همه جا بسته شد. گفتن ببندی و مردم گفتن چرا کلیساها رو میبندی؟ و گفتن یه چند تا آدم بیشتر نمیتونه توش بره. همین در کالیفرنیا حتی در کلیسا گفتن بسته شه و حتی گفتن اگه میخواین پرستش کنید باید دهناتون رو ببندید. و مردم از کار بیکار شدن، از پول برکنار، پول نداشتن، زندگی نداشتن و مردم توی لاین ها وایساده بودن تا برن غذا بگیرن و در این شرایط زندگیشون رو بگذرونن و نمیتونن، همه جا بسته بود. و میبینیم دریاها بسته شد، همه جا پارک ها بسته شد و همه تو خونه هاشون موندن و مردم بیشتر خسته شده و داغون شدن همشون. همه جا دستمال توالت و چیزهای ضد عفونی کننده، همه الکل وجود نداشت دیگه اصلا و هیچی. ماسک رو گفتن همه باید ماسک بذارن و برن و درست در سالی که با دهنها باز باشه شیطان دهنها رو بست. و نگاه کنید و همه چیز دنیا رو خدا عوض کرد و در اینجا محل و در اینجا چیزی، در اینجا روح القدس عوض کردش. من باور دارم در اینجا
خداوند خواستش که این در انسان کاری رو عوض کنه و نشون بده که هیچ وقت کسی ندیده بود. میگه خیلی آدم نه، حتی بعضی آدم ها گفتن که شیطان خودشو قایم کرده. مردم خودشون رو قایم که بدن شیطان داره چیکار میکنه. ببخشید، مردم خودشون قایم که بدن شیطان داره چیکار میکنه و همه ترسیدن و خدا بهش نشون داد که وقت تو کمه و خدا گفت به شیطان که وقت تو کمه، من درم میام و آمدن من نزدیکه. و خدا گفت پرستش من با در همه جا پخش بشه. و در این وسط این چیزها که همه جا بسته شد و گفتن کسی حقی نداره برای هیچ چیزی، ولیکن چندین تا استریپ کلاب هایی که در اونها لخت می شدن و سکس داشتن و مسئله داشتن، اونها واز بودن و در کالیفرنیا اجازه دادن بهشون باز باشن، اما چرچ ها رو بستن. و می بینیم که شیطان چطور عمل کردش. و این چیزی که آمد در کالیفرنیا، اوردر این بودش که همه باید تو خونه هاشون بمونن، هیچ کس. اما گفتن که در سان دیاگو ولکام، خوش آمدید به غذاخوری و اینکه بیاین در اینجا، در این محلی که استریت کلاب هستش و یک کلاب لختیا هست، بیاین در اونجا. و اینو بردن در کورت و از کورت به اینها اوردر داد که میتونن واز کنن و دادگاه به اینا دادش. اینجا آمریکاست. باورتون میشه که تو چرچ نمیتونی بری در امریکا، اما میتونی بری استریت کلاب و دادگاه برای اون به تو رأی میده، اما به اونجا رو میبنده. این تصویری که میخوام نشون بدم، میشه تصویری سمبولیک که میخوام بهتون نشون بدم. زمان پی، زمان دهانه. خدا گفت دهانتو باید باز کنی و صحبت کنی و خدا میخواد دهانتو باز باشه در اینجا و دهانتو قدرت و حیات داره و پی صورت هستش. پس صورتتو نشون میده که تو چی هستی، هویت تو چی هستش. و در زمان پی سیزن، در زمان ماه پی، زمان دهه پی، کاری که انجام شد در این دنیا، شیطان چه چیزی کرد؟ ماسک بذار، صورتتو ببند، دهنت مطمئن باش که بسته باشه. این نیستش، اشکال نداره که ماسک بذاریم ما اینجا، نه مشکلی نیست. فقط این سمبولیکلی شیطان چی کار کرد و گفت ببین من دهنای شما رو میبندم در اینجا. چقدر مهمه که ما دهانمون رو در این دهه 80 باز نگه داریم و صحبت کنیم. بسیار زمان مهمه که تو کی هستی و چه قوتی درون تو هست و تو چطور این قوت رو باید اعلام کنی و صحبت کنی. در این زمان و سیزن چیزی که انجام شد، مسیح گفتش که شیطان اومده بدزده، ببره، از بین ببره و همه چیز رو خراب کنه. و در این 2 سال ما این رو دیدیم و میبینیم که چطوری انجام شد. نتیجه این شد که مردم داغون شدن. چقدر خودکشی ها شدش، چقدر مردم بی امید شدن، چقدر مردم نگرانی و دیپرشنشون و افسردگی هاشون بالا رفتش. چقدر سویساید در مابین بچه‌ها، خودکشی در میان بچه‌های جوان و جوان‌ها اتفاق افتادش. مردن از هر چیزی. مردم فلج شدن از ترس اینجا. حتی در کانتری ها خیلی مردم حتی خونه هاشون ماه هاست بیرون نیومدن، پاشون نذاشتن بیرون و تو همون جا موندن از ترسشون. و شیطان داره کار میکنه در اینجا. و من باور دارم که ما میتونیم بر علیه شیطان بلند شیم و بایستیم و ما امید هستیم در این دنیا. اما منتظر شنیدن خبر خوش هستن، منتظر شنیدن خبر خوشن، منتظر شنیدن کلام امید هستن. و مسیح برگشت گفتش که نگاه کن، هاروست آماده است، زمین آماده است. ببین همه میترسن، همه دارن میمیرن. در امریکا بلند شین، در هر کشوری که هستین بلند شین. زمان نجات مردم، نجات و کلمه نجات رو خواهند شنید. و من میخوام بیداری روحانی بیارم. این زمان بیداری روحانیه. من فکر میکنم که خداوند سورپرایزی برای ما داره در این سال جدید. یکی از چیزهای مهم حرف بت که به عبری هستش به معنی کلمه سان، پسر هستش. 5782 کلمه مهم کلمه پسر هستش. پارسال
الف بود که 81 بودش، نشانه پدر بود، اسم فادر بود و پدر بود که پدر برای کمک ما بلند میشه و پدر میخواد بیاد عمل کنه و ما رو هم کنه. اما امسال در مورد پسره، همه چیز در مورد پسره. در کتاب خدا در کتاب یوحنا 3:16 میگه آنچنان خدا جهان را دوست داشت که یگانه پسر خود را داد که نه تنها بمیره بلکه حیات جاودان پیدا کنه. و خدا میخواد که دنیا بفهمه که پسر چی کار کرده براشون. و امسال سال گاسپل، سال صحبت کردن، اعلام کردن خبر خوش رو دادن و موعظه کردن و کلام خوش رو اعلام کردن و زمان حرکت اونجلیک ها هستش. مبشرینه که حرکت کنن برای اینکه سال برداشت محصوله، سال دهان صحبته. خیلی مهمه دهان تو چه صحبتی میکنه. کلام خدا در دهان توه و تو بهتر خبر خوش یشوع رو به دنیا بدی. یک بار دیگه بذار بگم، گاسپل خدا این هستش که اون قدرت فوق‌العاده خدا این هستش که تو این رو در دنیا اعلام میکنی و با قوت خدا وصل میشی و از دهانت اعلام میکنی. بسیار زمان حساسیه برای دنیاست. شرایط پولیتیکال بسیار متفاوته، سیاسی دنیا. یک زمانی است که تمام دنیا در ترس و لرز ایستاده، ولی که بهترین زمان برای من و توه که کلام بیاد، زمان پی و بت، که خدا میگه ممکنه دنیا پر از طوفانه اما خدا میخواد کلیساش رو در با قوت خودش لمس میکنه، با قوت خودش ویزیت میکنه که برکت در سر شما باشه. به یاد داشته باشید فرست فروتتون رو بدین، به یاد داشته باشین بلسینگ برای اسرائیل بطلبید، به یاد داشته باشین که خدا میگه سال پسر، کلام خدا رو موعظه کنید و بگید و ایمان داشته باشید، با ایمان و با شهامت کلام خدا رو اعلام کنید یشوع و کلام خوش رو بگین و مردم منتظر شنیدن کلام خوش هستن. زمان برداشت محصوله. در این سال 57 81 82 خداوند خانه خودش رو داره میسازه. قوت روح القدس در اینجاست، داره میاد بر کلیسای خودش. خدا داره تو رو صدا میکنه که بیا این خانه رو بسازی برای آینده کلیسا. مرسی خدا برای سال جدید. مرسی که تو در این خانه میسازی برای آینده ما، که برای اینکه محصول در آماده میشه تا کلیسا در این 5 خواندگی بایسته و عمل کنه و ملکوت تو رو بیاره در اینجا و ما رو در این سال بیاره. در نام عیسی مسیح اجازه تشکر کنید برای رابرت، تشکر کنید برای این مرد خدا، برای این معلم عالی. میخوام گوش کنید به این مسئله. این خدا داره چی میگه، که چطور میگه ما همه در استیج ها و سن های متفاوتی هستیم، اما میدونم اینو برای این نیشن، برای این کشور، نیشن، ملت. خدا گفت خونه من دوباره در اینجا. من میبینم اول پرستش بسیار مهمه، پرستش خدا در شهرها، در اون جایی که استیت هامون، پرستش خدا بسیار مهمه. تو خواهی شنید اینها رو در اینجا. سعی نکن که تو انجامش بدی، کاری بکنی بشه. میشه، خدا خودش داره انجام میده. وقتی تو خدا رو میپرستی در استیت هاوس، تو اعلام میکنی که رایچس خدا و عدالت خدا در اونجا انجام میشه. خیلی ممکنه متفاوت بشه که تا الان امروز انجام دادی. اعلام میکنی شما تا اجازه بدی که خدا اون زمین رو بلرزونه، شیک کنه زمین رو، اون فاندیشن رو، اون فاندیشن، اون زیربنا رو خدا باید بلرزونه و خدا میخواد اون رو بلرزونه. میخوام آماده باشید برای استیت هاوس. خدا میخواد اونجا رو بلرزونه و مطمئن باشید در استیت هاوس خدا کار میکنه. من نوشتم برید بخونید. خدا این رو در امریکا انجام میده. نوشتم من که 2020 چین کاری میکنه برای شاتدان میکنه، اکانومیش میره پایین. گفته شده
سومین چیزی که اتفاق خواهد افتاد وقتی پرستش میکنی در اون شهری که تو هستی، در اونجا در استیت هاوسش، تو اعلام خواهی کرد که روح جزبل در اون استیت هاوس، به اون استیت، در اون خانه شهرداری، در اون مرکز اون استیت به پایین بره. مثلا در کالیفرنیا ساکرامنتو استیت هاوس، اونجا برین و اون مرکز رو بیاد پایین و اون جزابل از اونجا بیاد پایین، چون خدا میخواد کاری بکنه، چون خدا میخواد در جای خودش بیسته و بشینه. اما ما اون رو خواهیم دید که این رو خدا میکنه. بهتر همه خوشحالی کنیم و با شادی بریم جلو. میگه خواهش میکنم جای سیاسی نگی، او من پولیتیکال، من این هستم، من دموکراتم، من نمیدونم فلان، اینا رو بندازین دور. بگین خدایا اینجا این استیت هاوس رو بیارش پایین، ملکوت تو بیاتش، بزن جزبل، روح جزبل بیاتش پایین. معلوم نیست، مثل ممکنه مثل داوود پسرش ابشالوم بلند شد اون کارو کرد. نکن، بر علیه داوود رو بیرون کرد. نکنید. خدا در کاری انجام میده، حرکت و حتی پسرت ممکنه بر علیهت بلند شه. خدا در کاری میکنه. نگاه کن خدا در کاری میکنه. میگه حتی فکر این که من قسمتی از این میتونم باشم، تنم میلرزه. و الان نگاه کنی واشنگتن دی سی و این کار در اونجا انجام خواهد داد. و اگر با خدا در یک جا بایستیم و بگی خدایا من وایسادم برای واشنگتن که تو از بنیاد از اونجا رو درست کنی و بلرزه و همه چیز در امریکا خواهد لرزید به اون مسئله. اما خانه خداست، بذارین خدا عمل کنه. یک چیز رو میخوام بهتون بگم. خدا گفت بدون هم مسیج درست میکنه، من گفت بگو. گفت ما محکوم هستیم که اجازه دادیم که مدیا و مدیاها بتونن هر چی دلشون میخواد برگردن بگن. مشکل جو بایدن نیستش، ترامپ نیستش، مشکل کووید نیستش، مشکل جیززه. و ما وایسادیم کنار و اجازه ندادیم و اجازه دادیم که مدیا بیاد مسیح رو بذاره زمین و ما کارش رو بکنیم. و اشتباه این بود. باید مسیح در اول در اونجا باشه. امسال شما باید مسیح رو در هر جا ببرین بذارین، بر هر جایی که میرین مسیح رو بذارین در اونجا. اشکال این بوده. نذارین مدیا بهتون بگه چیه مشکل، گاورمنت، او مشکل نمیدونم اینه. نو، مسیح رو با شهامت برین جلو و بگین. برای اینکه اجازه دادیم که مسیح رو بذارن از مدرسه، از همه جا بندازن بیرون. و این هستش که روح القدس ما رو در اینجا ویزیت خواهد کرد و ما رو ملاقات خواهد کرد. اما باید این رو بدونیم زمان ملاقات روح القدسه. میخوام این رو بگم الان بهتون. میگه در 1992 سیدی جیکوب خواست من چیزی بنویسم در سال 1992. اون یک زن خیلی قوی و وایلدیه که میره و کارا رو انجام میده. شن مایک نمیدونم که you will love شن مایک. یه نوشته رو بنویس در مجله بگذار که چطور یک روز داوری خدا میاتش و مطمئناً مدیا که تلویزیون و رادیو و مجله و همه اینا هستش، نگاه کنید به اینها که چی میشن. ما داریم به جایی میریم، داریم به یک جای خیلی پر مواجی وارد میشیم که پر از امواج بالا پایین میریم. ما باید پیدا کنیم که چطوری، چه زمینی رو خدا صاف میکنه و پاک میکنه ما اونجا بریم. باید نگاه کنیم، باید ببینیم در چه فاندیشنی ایستادیم. ما در این محلی که الان هستیم اینجا در گلوری آف زاین، یک فاندیشن، یک محل بسیار استرانگ و قوی رو داریم که خدا برای ما گذاشته. هر طرفی اومده در اینجا، ما در اینجا درست ایستادیم و راست ایستادیم و رفتیم جلو. و خدا یک پایه قوی رو در اینجا، ما عهدی با هم بستیم، هممون در اینجا که هستیم ما در اینجا ایستادیم با هم.
ما صداهایی که باید در اینجا گفته بشه رو میاریم در اینجا گفته بشه و خودت خواهی دید که وقتی در اینجا درست میسی. در 1972 وقتی من به این آندرستند اومدم که خدا به من گفت برو در اون جایی که من میخوام تو رو بری و خدا چکش زد قدم به قدم زندگی منو از 1972 تا اینجا پستی و بلندی های زندگی منو درست کرد تا من به اینجا برسم. میگه اولین خونه خواستم که ما یه خونه بگی. میگه بزنم زنم گفتم چی؟ ما گفت هر چی تو میخوای بکنی بکن، مهم اینه که من برکت دارم که خدا خانه اول ما داده و اولین خونه‌ای که به ما داد و خدا گفت برکتونم اول خونه و خدا برگشت من گفت این اولین خونه‌ای که من به تو دادم میخوام بدیش به من. گفتم من میخوام اولین من مال تو باشه. اصلا آیا شما هست که همتون باید اولین کارو بکنید؟ نه، این مال من بوده، مال شما نیست، مال من بوده. و نگاه کردم چون خدا به من گفت و من اون که اون به من گفت کردم این نیست که شما اولین خونه‌تون رو مثلا بفروشی همش بدین برای خدا، بلکه برای من این بودش. در امثال 9 خدا گفت 11 میگه اگر تو اون چیز رو میگه مطمئن باش اون چیزی که داری میفرستی در روی آب خدا برای تو برمیگردونه و خداوند میگه اون رو من برای تو برمیگردونمش. اگه فکر کنی من دارم بیل میدم به خدا، حالا این بیل من دادم به خدا، این پولشو دادم رفت، نه، اینجوری کار نکنید با خدا. با شادی برای خدا هدیه بدین. آنچه را که او به تو میگه بده، هر چی میده رو با شادمانی. مثلا به چی میگه اوکی حالا اینقدر دادم دیگه بس دیگه خوبه دیگه ولش کن. نه، ببین خدا به چی میگه. ببین امروز دانیال چی گفت پسر من؟ گفت اون خونه‌ای که میساختیم خدا گفت من دارم همراه با این خونه‌ای که تو داری بازسازی میکنی من دارم تو رو میسازم. تویی که بدن من هستی و ساختمان من هستی، من در اون ساکنم، من دارم تو رو میسازم، من دارم تو رو میسازم. و خدا این کارو داره میکنه با ما. من نیشی هستش که من تسلیم تو بشم ای خداوند. ما باید ما آمباسادورهای مسیح باشیم. ما باید سفیران مسیح باشیم و خانه‌ای باشیم که خدا درون ما ساکنه و خانه‌های درستی باشیم. و اجازه بدیم به ما باید بفهمیم این رو که دشمن نقشش اینه که دور ما رو بگیره، اما ما اون که بزرگتر در دنیا درون ماست و اونی که درون ماست در تمام این دنیا بر همه چیز این دنیا پیروزه. و همونجور که ایلیا دعا کرد برای حجیزی که ببینه و اون الیشع دعا کرد ببخشید که ببینه و حجیزی دید، چشمانش باز شد و دید. دعا میکنم که شما چشمهاتون باز شه و ببینید چه کمکی دور و بر زندگیتون هست. میخوام ببینید که فرشتگان آسمان دور شما ایستادن و برای شما کمکن و خدا همیشه یه نقشه‌ای برای تو داره و همیشه در کنار تو، در مسیر راهی که تو داری میری خداوند فرشتگان رو برای تو گوشید عمل کنیم. خدا دعا میکنم برای کسانی تو به اینجا آوردی، دعا میکنم بر اونهایی که از طریق این پورتاب دارن وارد اینجا و با ما وصل هستن دعا میکنم چشماشون باز باشه و ببینن. برای خدا من در اونجا برای اونها هستم. اعلام میکنم همین الان ببینن در اون بعدهایی که نمیدیدن تا حالا، ببینن من چطور دارم عمل میکنم، ببینن کلام من رو قدم به قدم لیر به لیر ببینن ملکوت من و آسمان من رو ببینن، روح در کجا کار میکنه، قلب من رو ببینن برای دشمنشون چیه. دعا میکنم ببینن، چشماشون رو باز کنه خداوندا. اونهایی که دارن میان و تو رو دنبال میکنن ببینن در این سال در 5782 همینجور که ما داریم به جلو میریم، روز با روز داریم میریم جلو. خداوندا ریلیسشون میکنم بالای سر هممون این روح خداوندا با روح مکاشفه تا با حکمت، مکاشفه و حکمت خداوندا تا ما را هدایت کن همینجور که به جلو میریم در نام عیسی مسیح. ما همه شما رو
ساعت 6:30 عصر میبینیم.